سلام، در این ویدیو به معرفی سنسور الکسوان اکو تولید شده در آیسیمن می‌پردازم. سنسور با پروتکل مودباس RTU و پروتکل سخت افزاری RS485 به انواع PLC ها، RTU ها و مبدل هایی که میتونید اونها رو به کامپیوتر وصل کنید متصل میشه. بسته‌بندی این سنسور به شکل این کارتونی که الان میبینید هست. من اینو باز میکنم تا شما داخل این جعبه رو ببینید. یک فومی رو این جعبه قرار داده شده برای حفاظت از این سنسور. باکس سنسور هست، یک سری متعلقات نصب اینجا قرار داره، پیچ و پلاک و بست زیپی و کابل اتصال این سنسور به تجهیزات شما. از ویژگی‌های فیزیکی این دستگاه میتونیم به بدنه ABS با رنج دمایی حدود 80-90 درجه سانتیگراد، گوشواره هایی که در بالا و پایین برای انواع نصب های این سنسور وجود داره که راهنمای نصب این سنسور هم در سایت ما قرار گرفته، کاور سنسور لوکس که در قسمت بالایی این سنسور قرار گرفته و سوکت این دستگاه هست که از طریق این سوکت تغذیه و پروتکل سیم های AOB مربوط به پروتکل RS485 به اون متصل میشه. دو چراغ هم روی این دستگاه قرار داره که این دو چراغ استاتوس هست و چراغ مودباز. چراغ استاتوس موقعی که شما به برق متصل میکنید دستگاه و هنوز از روی دستگاه هیچ داده قرائت نشده، به صورت چشمک زن سریع هست. بعد از اینکه داده از روی دستگاه قرائت شد، این چراغ به صورت 3 ثانیه یک بار چشمک میزنه. چراغی در کنار هست، چراغ آبی رنگی به نام چراغ مودباز هست. در صورت اینکه ارتباط شما با دستگاه درست باشه و قرائت کمک پروتکل مودباز به صورت کاملا سریع انجام بشه، اینجا یک چراغ آبی چشمک میزنه و نشونگر ارتباطات درست PLC RTU یا حالا کامپیوتر با این تجهیز. از موارد کاربرد این سنسور میتونیم در اماکنی که شما نیاز به تنظیم نور دارین از این سنسور استفاده کنید. این سنسور رنج نامی رو که میتونه اندازه گیری کنه 0 تا حدود 98,000 هست و شما همونطور که میدونید حدود 65,000 لوکس میزان لوکسی هست که نور خورشید به ما میده و حدوداً از 65,000 به بالا نور خیره کننده هست که این محصول میتونه اون رو اندازه گیری کنه، اما با چشم قابل تشخیص نیست. یکی از مصارف این دستگاه در گلخانه های صنعتی که از سیستم اتوماسیون استفاده میکنن جهت تنظیم نور و کنترل پرده های سایبان و همچنین کنترل پرده های شی، همچنین در سالن های پرورش قارچ و هر نقطه دیگه‌ای که نیازمند اندازه‌گیری میزان شدت نور هست. کابل دستگاه دارای 4 نخ هست، رنگ سفید یا رنگ زرد به عنوان A دستگاه قرار داره، قهوه‌ای یا قرمز به عنوان B دستگاه، مشکی به عنوان VCC و آبی به عنوان گراند دستگاه است. شما میتونید به کابل مشکی ولتاژ 12 ولت یا 24 ولت متناسب با نیازتون متصل. این کابل یک راهنمای نصبی داره که روی این هست و من حالا داشتم این اطلاعات رو از روی این به شما میگفتم. یک سوکت داره که این سوکت برای نصب شدنش روی به سنسور لوکس هست. داره یک پیچ هست که شما میتونید این پیچ رو ببندید و این سوکت کاملا محکم میشه. فقط تنها نکته‌ای که داره اتصال این کانکتور به این کانکتور روی جعبه. یک شیار روی این سوکت هست که باید با شیار جعبه سازگار باشه، مثلا در جهت‌های مختلف این ورود نمی‌کنه، فقط در یک حالت وارد دستگاه میشه. نکته آخر این که آیسیمن محصولات ابزار دقیق خودش رو تحت پروتکل‌های مودباس RTU، مودباس TCP، SNMP، پروتکل‌های نرم افزاری جیسون و انواع و اقسام پروتکل‌های دیگه خدمت شما ارائه میده. در صورت اینکه اون پروتکل رایج شما، پروتکلی که شما نیاز دارید در سبد کالای ما موجود نباشه، امکان سفارشی سازی اون محصول با اون پروتکل برای شما مقدور هست. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و این ویدیو براتون مفید واقع بشه. یا حق، خدا نگهدار.